ساخت فایندر دستساز که چیز هلوش 50-60 روز پیش ساختمش. عزیزان اگه خواستن میتونم برای اینا بسازم. فیلم ساختنشم اگه خدا بخواد، زمان ساختن اینقدر عجله داشتم فیلم نگرفتم. اینم تیونرشه، نمایشگرشه. میتونستم اینجا نمایشگر باتری هم بذارم که شارژ باتری داره تمام میشه مشخص کنه، ولی این کارو نکردم. دوست داشتم روند و ساده باشه. البته اینجا هم باید خود چسب بخوره، ولی محتویات داخلش خیلی مهمه، این که بتونی کارو جمع کنی و به نمایش بذاری. الان به جایی بس نیستش، به این سیم هیچ علم بی بس نیستش. ولی همینطور که میبینین داره کار میکنه. از برد مدیا استار R140 استفاده شده. همینطور که میبینین نمایشگر، حتی اگه دوست هم نداشته باشین این نمایشگر باشه، میتونیم از خود برد چشمی برد رو بکنم اینجا براتون کوچولو بذارم که این اتفاق براتون بیفته. این هم دکمه پاور روشن کردن و خاموش کردن. اینجام جای شارژ گذاشتم. من این درزو که میبینین من پیچشو نبستم، اصلا کلا پیچشو نبستم، پیچ بالا رو نبستم، همه پیچا رو نبستم، اصلا یه دونه اینجا داره پیچ نبستم، بعد پیچای خودش نبودن، همینجوری فعلا بستم دارم استفاده میکنم. چیزی که هست مهم کارکردشه. همینطور میخواستم صحبت کنم. این شارژر مستقیمشه که باتری رو شارژ نگه میداره و آسیب به دستگاه نمیرسونه و از باتری سیم گرفته شده 12 ولت به هم به مانیتور هم به مینبورد اصلی خود ریسیور. مثل یه فایندر اصلی داره کار میکنه، یعنی هر آن چیزی که میخوام روش سوار کردم. خوبه، جالبه.